این عرض سلام و ادب و احترام خدمت خبرنگاران و تصویربرداران گرامی. خسته نباشید. خدا قوت. نشست خبری خسرو ایدری مرشد محترم باشگاه استقلال رو آغاز می‌کنیم. زمان نشست 15 دقیقه است. سوالاتتون رو در چارچوب مسابقه باشه. ابتدا از آقای ماندگاری مدیر رسانه محترم باشگاه می‌خوام صحبتاشون انجام بدن. شما عزیزان هم با ذکر نام و رسانه سوالاتتون مطرح کنید. آقای ماندگاری خواهش می‌کنم. من سلام عرض می‌کنم. خسته نباشید. میگم صحبت خاصی نیست. در خدمت آقای ایدری هستم. به نام خدا. سلام عرض کنم خدمت دوستان عزیز. راجع به بازی فکر کنم تو این 2-3 روزه واقعا تمام بچه‌ها یه دل شده بودن که این بازی رو ببریم. یعنی تو این چند وقته واقعا من اینقدر بچه‌ها رو همدل ندیده بودم و چه اونایی که بازی کردن چه اونایی که رو نیمکت بودن یه دل شده بودیم که بازی رو ببریم. البته خب میدونستیم که توی زمینی بازی میکنیم که واقعا بعید میدونم برای فوتبال باشه. تو سال 2025 یعنی وقتی ما داشتیم گرم میکردیم جلوی دروازه یه جوری کنده شد که دیگه مربی دروازه‌بانای ما گفت که اصلا بریم، نمیشه اینجا گرم کرد، جای دیگه رفتن گرم کردن و واقعا نمیدونم حالا چه اصراریه که تو این زمینا بازی بشه و واقعا چون تیم ما هم رو زمین بازی میکرد شرایط سخت بود، ولی به نظرم امروز خیلی خوب جنگیدیم. یعنی اول جنگیدیم، دعوا کردیم، همون چیزی که ما از بعضی که دوندگی زیاد داشتیم، تلاش کردیم. تیم چادرملو هم واقعا با احترام بهشون فکر کنم دیگه این بازی بیشترین اتلاف وقت رو داشتیم که من به داور چهارم گفتم حداقل باید 15 دقیقه بگیری و واقعا این برای فوتبال قشنگ نیست و داریم به یه سمتی میریم که خب تو جام‌های جهانی و میان اون وقت خالص بازی در میارن و ما لیگمون محاسبه کنیم واقعا فکر کنم نیم ساعت هم بازی نمی‌کنیم، یعنی همش توی اتلاف وقت هستیم و دنبال اون نتیجه هستیم. ولی فکر می‌کنم نیم ساعت آخر واقعا اون استقلال واقعی بود. یعنی این چیزی که هوادارا از ما انتظار دارن و دور از انتظارم نیست. امروز هوادارای ما خیلی عصبانی بودن، یعنی ما از همون اول هم میدونستیم که خیلی عصبانی اومدن و فقط به برد فکر میکنن، ولی فکر کنم تا ثانیه‌های آخر خود هوادارام یعنی منتظر بودن که ما گلو بزنیم و من تبریک میگم به دروازه‌بان تیمشون. واقعا یه توپایی در آورد که فکر کنم حتما باید به تیم ملیشون دعوت بشه و متاسفانه خب همونجور که کار کرده بودیم، چون میدونستیم که تیم چادرملو با دسته بلند میندازه و اینو دیروز کار کردیم، ولی متاسفانه باز روی سهلنگاری و یارگیری یه گل خوردیم، ولی خب خدا رو شکر زود به بازی برگشتیم. ما خودمون اصلا از نتیجه راضی نیستیم. البته بگم که خب تیم‌های دیگه هم هنوز هیچ تیمی بکنم در امتیاز نشده دیگه و واقعا برای لیگ ما خیلی بده که توی یه هفته مثلا 6 تا 8 تا گل زده بشه و این فقط مختص استقلال نیست، همه تیم‌ها گریبانگیرشن، تیمایی که شاید از ما هم بیشتر خرج کردن و هنوز نتونستن انتظارات رو برآورده کنن و این برای همه تیم‌ها هستش و کیفیت فکر کنم گلزنی واقعا اومده پایین. ولی من اینجا هستم واقعا از هواداران میخوام که از آقای ساپینتو حمایت کنن و بهشون این قول رو میدم از طرف آقای ساپینتو که از این تیم حمایت کنن و ما قول میدیم که میتونیم مثل همین نیم ساعت آخر بازی کنیم، چون واقعا ما الان چند تا بازی هست که
خارجی هامون با بازیکن‌های ایرانی مچ شدن و امروز دیدین که واقعا چقدر هماهنگی بود، مخصوصا نیمه دوم تو این زمین خراب واقعا ما تونستیم خوب بازی کنیم. بازم میگم از نتیجه راضی نیستیم چون برای برد اومده بودیم. واقعا امیدوار کننده بود که همه هوادارایی هم که امروز تو استادیوم بودن تا ثانیه بودن که متاسفانه نشد. حتما امیدواری رو میدیم که روز به روز و خودتون هم میدونید ساپینتو سری قبلم که توی ایران بود ما هفته اول خب خوب نتیجه نگرفتیم، ولی یه تیمی ساخت که واقعا بعد از همه ازش صحبت می‌کردن و دوباره تونست به ایران بیاد.